officer and CEO at Quantum Mortgage Solution. Your favorite mortgage solution. License number هم هستش 190810. Regarding some email and text you're receiving and regarding it like یه چیز خیلی خوبی که حالا یا خوب یا بد، من کلا خیلی به سیاست کاری ندارم، سرم تو کار خودم و زندگی خودم و درسمه، ولی به خاطر اینکه بعضی چیزا یه سری متغیرها هستن که رو همه چی اثر میذاره مجبورم اینو خب عنوان کنم. از اینکه شما میدونید بایدن خب ریزاین کرد، بکاپ کرد، خب این یه هیوج دیلی هستش برای ریپابلیکنی که برای ترامپ هستن و این باعث میشه مارکت یه ذره آروم و اسلودان کنه الان. خب این یه کوچولو برای کسایی که خونه میخوان بفروشن، سلرها میتونه ایشو بکنه، یه کوچولو خب باید هوای بایرها رو بیشتر داشته باشن، ولی برای کسایی که الان میخوان خونه بخرن، کسایی که اینوستمنت پراپرتی میخوان بخرن، رنتش بدن یا پرایمری بخرن، زمان خیلی خوبیه، به خاطر اینکه قیمت خونه ها یه کوچولو دراپ کرده و ممکنه یه کوچولو بیشتر هم هی دراپ بکنه. این یه خبری بود که میخواستم بهتون بدم. دومین چیز سوال دوباره در مورد ریت شما میکنید. من اپلیکیشن دیلی دارم همینجوری میگیرم و خیلی هم خوبه، خیلی هم خوشحالم که اینقدر دوستان عزیزم، چه ایرانی، حالا الان چون فارسی حرف میزنم که خب برای ایرانی ها رو میگم، و چه که کسایی که حتی غیر ایرانی هستن، هر زبان و هر کشور دیگه ای هستن، خیلی خوشحالم که منو و کمپانی منو انتخاب میکنن که با من کار کنن و بعضی موقع اخلاقای بد من تحمل بکنن، ولی هنوز اپلیکیشن رو پر نکردن، هنوز داکیومنت ها رو برای من نفرستادید، به من میگین ریت ما چنده. آخه یه چیز خیلی قشنگی میخوام بهتون بگم، وقتی که شما لب ندارین، من چجوری میتونم بشمرم چند تا دندون توی لبای شما وجود داره؟ حالا بذارید اپلیکیشن ها رو بفرستید، کردیتاتون رو بذار ببینم، اونایی که لازم نیست حتی کردیتشون رو ببینم، چون من دوست ندارم تا اپلیکیشن میاد کردیت رام بشه، که سکیور باشین و اینکه هرت نشه اسکورتون. من داکیومنتتون و اینکامتون و اون چیزی که از من میخواین، وظیفه منه، ریویوش میکنم، بعد اون موقع میریم ما در مورد ریت حرف میزنیم. از امروز یادتونه هفته پیش ترامپ و بایدن، نه هفته پیش، یه 2 هفته پیش با هم داشتن اینا صحبت میکردن، این میگفت اون میگفت، جنگی بینشون بود و جنگ دوستانه البته. خب ما هیچی نمیدونستیم چه اتفاقی میفته. اون موقع قیمت ها هنوز، خونه ها هنوز یه ذره بالا بود، ریت ها یه کوچولو بالاتر بود، ولی یه دفعه چی شد؟ در عرض این هفته یه دفعه دیدیم که بایدن بکاپ کرد، یه دوباره اثر گذاشت و ریت تغییر میکنه، همه چی بازار تغییر میکنه، نه فقط تو امریکا، تو همه کشورها. وقتی ما میریم تو سیاست رو نگاه میکنیم، گاورمنت خیلی اثر روی این تغییرات ما میذاره. خب حالا پس الان ما نمیتونیم تا موقعی که شما حتی کانترکت نگرفتین من اکوریت به شما ریت بدم. من لندری نیستم که بخوام در باغ سبز نشون بدم و وقتی که آمدیم تو ببینید نه اون وجود نداره. من سعی میکنم حدودش رو بهتون بگم نسبت به کردیتتون، اینکامتون، دان پیمنتتون، ولی این دلیل به این نمیشه اون که من میگم اکوریته، چون دست من نی. ریت چیزیه که بازار میگه، مثل اینکه سکه و طلا و دلار توی ایران خودمون اگر ببینید هر روز دیلی ساعتی تغییر میکنه. یکی هم آخرین قسمت اینو بهتون بگم، شما الان اینو نگاه کنید، هی کلیک نکنید give the hard time، مثلا گیر ندین به ریت. شما ریت ممکنه تو پیمنتتون ماهی نهایتش $100، تو سال میشه $1200، تو 30 سال ببینین چقدر میشه، روتون اثر بذاره شما باید بدین. ولی الان چون قیمت خونه ها یه ذره اومده پایین و سلرها یه جورایی دنبال بایر هستن، شما میتونید حتی با $20000 خونه رو پایین تر بخرین با ریتتون. حالا الان
الان بالاست، ولی شما میتونید بعد از 6 ماه ریفایننس بکنید خونتون رو. یعنی چی؟ یعنی که اگر ریتتون خوب باشه به من میزنید میگین آره کیت به ما بگو که ریت الان به چه صورتیه. من نسبت به داکیومنتی که چون خودم باهاتون کار کردم دارم بهتون میگم it's a good time که الان ریفایننس کنید، چون باید ببینم بنفیت براتون داشته باشه، ولی اگر نه که میگم نه صبر کنید. پس ریت اینقدر چیز مهمی نیست که شما عزیزان همش شنیدید و همش دنبال این هستیم که چه ریتی باشه. اول مهمه که ما یه خونه رو بگیریم، بعد ریت رو همیشه ما میتونیم اجاز کنیم. آف کورس بهترین اینه که ما قیمت خونه رو کمتر بخریم، ریت خیلی پایینم بگیریم. I know that من I would love to have this، ولی از اینکه همیشه من بهتون گفتم life is not that what you want it, that life is that what you make it. So این چیزی نیستش که ما بخوایم همه چی رو با هم تو زندگی داشته باشیم. یه سری درایی تو زندگی ما بسته است، یه سری درا به جاش بازه. خوشحال میشم اگر سوالی چیزی داشتید ریگاردین مورگج. من لون آفیسر هستم، کوانتوم مورگج سولوشن مال خود من هستش. من 3-4 تا ایمپلویی دارم که توی تیمم هستن. هر کدوم اینا اگر لونی اگر ریفری بگیرن، تنها کسی که روی لونا وای میسته تمامو به کلوزین میاره من هستم که میخوام مطمئن شم از تمام کلاینت ها چه ماله ایمپلویی ما هستن، لون آفیسر هم هستن، همه ماله کوانتوم مورگجن. کوانتوم مورگج هم من ریسپانسیبل هستم که بهترین سرویس، بهترین انسور رو برای کلاینت هم بدم. خوشحال میشم اگر سوالی داشتید به من ایمیل بدید، تکست بدید. ممکنه تلفن رو نتونم تماس بگیرم، به من تکست بدید، من رو ساعتم میبینم تا اینکه وقت آزادی سریع پیدا کنم بهتون برمیگردونم زنگتون. تلفن نامبر من هست 214-903-9770 ایمیل آدرس هم که sweetkdloan@yahoo.com. سویت به معنی همون شیرینی هست، کیدی که اگر تو فیسبوک ببینید اسپل نیمم هست، لون هم چیزی که شما میخواین اپلای کنید @yahoo.com. اگر سوالی هر چی باشه، ادوایزی بخواین، من میتونم کمکتون کنم. حتی اگه لون آفیسرای عزیز که جدید هستن یا حتی اگه قدیمی هستن، گایدلاین جدید اومده نیاز به کمک سوالی داشتن، من اگر بتونم خوشحال میشم که پاسخگو باشم. امیدوارم روز خیلی خوبی رو داشته باشید.